صحبت‌ها و سخنرانی‌های آقای دکتر عزیزی تا الان، یعنی این میشه سومین اپیزود از صحبتاشون. 2 تا اپیزود قبلی داشته داخل کانال هست، پیشنهاد میکنم که اون 2 تا اپیزود رو هم حتما ببینید. بریم توی چند دقیقه آینده، زبونم گرفت، بریم توی چند دقیقه آینده با هم دیگه بخندیم. آموزش رابطه زن و شوهر هم سوژه بعدی مونه. من 1-2 تا نمونه واسط بگم از همسرداری بگم چون به دردت میخوره. زن و شوهر اینجا زیاد نشسته. آقا خانم همدرد میخواد، همدرد. راه حل نمیخواد، فیلسوف نمیخواد، میگه منو درکم، فقط همین. علی کمرم نمیاد، علی به خدا کمرم نمیاد، علی به خدا. علی راه حل میذاره. به نظر من برو دکتر. اون عقل زن تا حالا نمیرسی. نمیدونست دکتر چیز خوبیه. الله اکبر. خودش میدونه باید بره دکتر، تو باید اینجوری کنی، خیلی درد میکنه. آره وای 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 به گردنت میزنه، وای وای عشقم، وای وای میدونم چی میکشی زیر کولر خوابیدی دیگه، فدات شم، تموم شد. 6 ماه بیبی. فهمیدمت، درکت میکنم، میفهممت. خانم ناراحت نشن، خانم هم همیشه مریضن ولی نمیمیره، نمیدونم چرا، فقط مریضن. دستم گز گز میکنه، سرم درد میکنه، کمرم نمیاد دیگه، دستم هم جدیدن نمیاد، پاهم که اصلا نگو، کلم ورمه. آقا جان سختم، عمرشون به دنیاست، نمیدونم چجوری. آقا میبینی سالم افتاد مرد بدون خرج. دفترش فیلم نگاه کن، سفید، 18 سال سفید. خانم هر هفته 2 تا عوض میکنه، بازم الحمدلله خدا رو شکر. الان پنجشنبه برو مزار، گلزار مزار اینا که میرید اینا، یه دونه مرد میبینی همه کشتن بردم فرو کردن اون تو نشستم محضر. فاطمه میگه آفرین، قشنگ اومده، خوب بود. خیلی از خانم‌ها توجه میخوان. میگه کمرم نمیاد، یعنی منو بغل کن. گو جدی میگم ها، دستم ببند، یعنی بوسم میکن. یه چیزی یادتون باشه، خانم وقتی عصبی میشه از افعال معکوس استفاده میکنه. این یکی از بحث علمی اثبات شده است. وقتی عصبی میشه از افعال معکوس استفاده میکنه. مرد نه، عصبی میشه از افعال مستقیم استفاده میکنه. مواظب باشید. مثلا زن میگه، مرد میگه که با دوستام قرار گذاشتم، برو با دوستات، برو با دوستات. اونم میگه چشم، بد میره. یعنی بری خودت میدونی. میگه دیدی خلور رفت، بابا خودت گفتی برو با دوستات. به من نزدیک نشو، دست بزن به من. یعنی دست بزن. دست نزن، یعنی بغلم کن. چندشم میشه، یعنی بیشتر بغلم کن. ولی مرد برو بیرون، زنی میاد میچسبه بهش، برو بیرون، جدی برو. نه اینا خواستم بگم همدرد، زن همدرد میخواد. ببین یه سری کارهای جزئی برای خانم اذیتش داره میکنه. جمعه مهمون داره، ماست نداره، هم به ماست، آقا ماست، این کار ماست تا هیچ نیست. ماست آقا نمیخره که، با مهمونا میخریم دیگه، منتظر مهمونا بیان بعد بخریم. اینجوریه هرس. مثلا میبینی لامپ خونه 7 ماه سوخته، از راهرو نور میاد، تو آشپزخونه نور نیست، پریز خونه مثل کله گوسفند آویزونه اینجوری، نمیدونم در کابینت لولا اینوری خرابه، باید به زور باز میشه. این چیزای ریز زن جمع شده داره میتره. ببین زن اینا رو اذیتش میکنه. مرد بیخیال، مرد کلی نگره. آقا ماست، آقا کابینت، آقا لامپ، آقا پریز. چقدر قور میزنی، سقف که نریخته هنوز، با سقف بریزه. این مهمه، سقف سالمه هنوز کلی. یه دوستی دارم مهندسه، بعضی مالیش هم بد نیست، خدا شاهد میگیرم، اینو بعضی مالیش رفت خونه‌شون در دستشویشون پرده بود، در نداد. میگه وای مهندس چرا اینجا پرده است؟ میگفت اینجا مستاجریم، شاید نموندیم. 3 سال رفتم هم خونه‌شون بازم پرده بود، گفتم شاید موندیم. ببین زنه چی کشیده تو این 3-4 سال. بعضی مردا هرسن ها، بیخیال، ریلکس، شاد، دور همی، یعنی اصلا حالا فکر کن زن همین چیزای ریز و همدردی میدونه. میگه مردم منو درک، راستم میگه، درک نمیشه واقعا. آقا میگه یه لامپ عوض کردن چقدر زمان میره؟ چرا میگن 2 دقیقه هم زمان نمیبره؟ 7 ماه رو نروته. یه ماست، تو که میخوای ماست رو بخری، بخر بذار یخچال، اون هرس نخوره دیگه. سر چیزای ریز خانم داره هرس میخوره. همین. حالا خانم، آقا چی رو دوست داره؟ اقتدار. هیچ وقت اقتدار شوهرتو نشکن. اینم خواستم بگم که در جریان باشی. مثلا مرد جلوی کسی سرزنش نکن. مرد این بچه‌های 3 ساله
من دیدی دخترها و مادرها دست به دست هم میدن، دختر و مادر دست به دست هم میده، پدر تربیت میکنه. بابا بس دیگه، جلو تلفن دراز نکش، بیا آقا چشات ضعیف میشه، بدو. مامانم میگه برو دیگه. بابا بالششو برمی داره با پتوشو یواش 3 متر میاد، انگار 4 ساله، اعزامی از ارومیه. چرا خیلی مرد خرید نمیرن؟ چون تو خرید جلو نیستن که، اقتدار ندارن که، زن جلوه. 10% مرد خرید بلدن، جلو میافتن، از این دالان به اون دالان، از این مغازه به اون مغازه، کیف میکنه، میخره میاره. زن و بچه پوسترش انقدر حس خوبی داره، مرد احساس کنه من بلدم، زن و بچه‌ام تابع منن، اقتدارم حفظ میشه. 90% مثل من تو خرید تعطیلن. زن میفته جلو، بقیه مثل جوجه اردک‌ها پشت خرید، مردم آخرین نفر با چرخ دستی جوجه اردک زشت. 10 دقیقه با اینا میره خرید، میبینه دیگه نمیتونه تا خط بیاره، میگه میرم تو ماشین، تو هم بیا. حاضر تو گرما تو ماشین له بشه، ولی دیگه اون حقارت و بدبختی و ذلیل شدن و تحمل، چون اقتدار نداره. و وای به حال خانمی که جلوی فامیل ها شوهرش رو ضایع میکنه. بدترین زن. میگن مرد هر مشکلی داشت جلوی فامیل ببرش بالا، بس اقتدارش، خصوصا جلوی خودش وقتی میشنوه. حالا پشت سر خاصی غیبت کنه، هر چی خاصی بگو، ولی جلوی خودش ضایع نکن. و آخرین مورد اینترنت و گوشیه. اعتیاد اینترنتی یا اعتیاد به موبایل که خیلی خطر، از کراک بدتره. بعضی وقت بچه‌ای که معتاد به موبایل میشه باید ببری امام رضا ببندیش، اون آقا شفا میده، این دست ما کاری بر نمیاد. اعتیاد اینترنتی 3 تا نشونه داره. نشوناشو بهت میگم، ببین بچه‌ای داره یا نداره. پرخاشگری شدید، میل به تنهایی و انزوا، عدم تمرکز و گیجی. این 3 تا همزمان که میشه آدم میترسه ازش، هم گیجه، هم عصبی، هم میخواد از همه فرار کنه. این نشانه اعتیاد اینترنتیه. در پسرها بازی آنلاین اعتیاد میاره. متلاشی بازی آنلاین، جی تی آ، کال آف دیوتی، گاد آف وار، فورتنایت، پابجی، PS4 خریدار بچه‌ش برای پسرش. PS4 قتلگاهه. یه بچه مسابقات قرآن شرکت کرد، نفر اول شد، واسه جایزه پاسور و ورق گرفتن، گفتن حالا که خوب قرآن میخونه. یه بچه معدلش بالا شد، کلاس 8م، گفتن حالا که درست خوب واسش PS4 گرفتن، گفتن حالا دیگه نخون، چیزی میگن دیگه نخون، تو خیلی خوب میخونی. بازی‌های آنلاین وابستگیشون به قدری بالاست که طرف گذر زمان متوجه نمیشه. بچه‌های ما بچه‌های خوبی ان، گذر زمان متوجه نمیشن، به خاطر لذت بهش میگن. میبینی که میگه به خدا نیم ساعت بازی کردم، نگاه می‌کنی 7.5 ساعت بازی کرده، قسمش راسته، فکر می‌کنه نیم ساعته. برای همینه که میگن آنلاین درست شه همه بازی‌ها درست میشه. تو بس اینترنتی، اینترنت مدیریت بشه همیشه مدیریت میشه. تو دختر میدونی کجا هی میری اینستا هی برو، هی میگه ته داره، میگه ته داره، چت میگه ته داره. این میشه آدم میره توی فضای قرار میگیره، بعد سرش این میشه داستان ما. اینترنت تو خونه مدیریت بشه نصف مشکلاتمون حل میشه. دومین چیزی هم که باعث میشه که اینترنت موبایل تو خونه اوکی بشه و بچه‌ها از اون حالت خارج بشن، اعتماد سازی تو خونه است. هر کی گوشی داره باید گوشیش بعضی وقتا وسط باشه، ولو باشه، با گوشی وابسته نباشه. کسانی که گوشیشون چیز مخفیانه دارن مش نگرانی منن. آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. کسی که گوشیشو زیاد گم میکنه مشکل نداره. آقا گوشی حریم شخصیه، نه گوشی وسیله شخصی، که حریم شخصی نیست. حریم شخصی خانواده است. ما از خانواده شخصی تر نداریم، وگرنه چیزی به نام اعتماد از بین میره و زناشو اصلا طلاق میگیرن و بچه نسبت به خانواده. حریم، آخرین حریم انسان خانوادهشه. گوشی وسیله شخصی، مثل مسواک روشوییه، ولی کسی بهش دست نمیزنه. تو مسواک تو جورابت قایم نمیکنی که بگی حریم شخصیه. مسواک روشویی، ولی کسی بهش دست نمیزنه. این فهمیده. کسانی که گوشیشون اوپنه، ولو، رو شارژ، اینا بچه سالمیان. کسی گوشی رو همه جا با خودش میبره، این مشکل داره، غلطی داره میکنه. دارم به همتون میگم، اصلا مهم نیست کیه. میگن گناهکار از سایه خودش میترسه. بابا باشه گوشی رو ببره. خانم بهتون میگم آقا من با چند تا طلاق اینجا بگیرم، بالاخره ما با نون بخوریم. زیاد پسورد میذارن مشکل داره، گوشی رو قایم میکنه مشکل داره، پشت رو میذاره مشکل داره، لای توشک مب قایم میکنه مشکل داره. دیگه نگم دیگه، راه زیاده. هر کسی گوشیشو زیاد قایم میکنه رو اسپیکر جواب بده بعضی وقت چه اشکال داره؟ آقا پسر رفته، دختر خانم رفته ته اتاق جواب میده. سلام خوب. دخترم کیه؟ ماما میناه، نگو نیما بود. چقدر مینا سیبیلش کلفت. آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگه آدمی نمی مشکل نداری به خانواده رو بازی کن. این درست میکنیم گوشی رو ان شاء الله.
مرسی با ما همراه بودید. 2 تا اپیزود اولیه داشت این صحبت دکتر عزیزی. اگر که این اپیزود رو دوست داشتید پیشنهاد میکنم اون هم داخل کانال هست، برید اونها رو هم ببینید. در مورد این اپیزود هم حتما برامون نظرتون رو بنویسید چون نظرتون مثل همیشه محترمه. کانالم حتما سابسکرایب کنید.